I'm so glad that I found this video again. آیا انسان میتواند طبیعت را کنترل کند؟ قبل از پاسخ به این سوال باید این کلیپ را با دقت تماشا کنید. This lady essentially dries up this entire bed of water in like a matter of seconds. And I don't get. اینجا در منطقه قبیله‌ای آفریقا مردم زیادی جمع شده و به یک زن چهار چشمه نگاه میکنند چون این زن قرار است کاری خارق‌العاده‌ای انجام دهد. I don't know if it's from, I don't know if this is some divine power that God gave this woman. زن در حالی که مانترا میخواند مشغول انجام نوعی مراسمی است. چند لحظه پیش جایی که آب تا زانو بود اکنون زمین نمایان است. به گفته شاهدان عینی این یک معجزه بود و در اینجا آب به دستور این زن عمل کرد و به عقب برگشت. اما آیا این واقعا امکان پذیر است و آیا یک انسان واقعا می تواند طبیعت را کنترل کند؟ یک خانواده با ماشین از یک منطقه جنگلی عبور می‌کردند، کاملا غافل از این که کسی دیگری نیز با آنها همراه است. یک شکل شبیه انسان برابر با سرعت ماشین در حال دویدن بود. پس از وایرال شدن ویدیو اکثر مردمان را خطای دید می‌دانستند. به گفته آنها آن شی در یک مکان قرار دارد و احتمالاً به دلیل حرکت سریع خودرو به نظر می رسد که به سمت جلو حرکت می کند. با این حال افرادی نیز وجود دارد که بر این باورند آن یک ابر انسان است که قدرت دویدن با سرعت نور را دارد. یک شخص هنگام شب در حال رانندگی به سمت خانه خود بود. در همین حال او مجبور شد ماشین را در یک چهارراه متوقف کند، زیرا یک شیء عجیب در جاده جلویش در حرکت بود. آیا شما فهمیدید این سایه کی است؟ از کجا می آید؟ و چرا این طور در حرکت است؟ اینجا زیر نورافکن همچنین چیزی نبود که وسط نورش می آمد. برای اینکه چنین سایه بزرگ تشکیل شود وجود یک جسم جامد در این مکان ضروری است، اما این سایه بدون هیچ چیزی در حال شکل گیری بود. پس چگونه می توان این پدیده را توضیح داد؟ در کامنت برای ما بنویسید. این روزها فکر وایرال شدن در شبکه‌های مجازی در ذهن همه خطور می‌کند. اما آیا می‌دانید که حتی یک جن واقعی هم می‌تواند به شما کمک کند تا وایرال شوید؟ بله، چنین اتفاقی برای این دختر افتاد.
او به شوخی در حال ضبط فیلم مقابل دوربین دوستش بود که ناگهان چنین اتفاقی افتاد. دختر در حال ژست گرفتن ناگهان جیغ زد، زیرا کسی با تمام قدرت موهایش را کشید. با دیدن این ویدیوی وایرال ذهن همه گیج شد. در کلیپ موهای دختر در حال کشیده شدن دیده می شود، اما کسی که آن را می کشد دیده نمی شود. در 8 فبروری 2023 حادثه عجیبی در آسمان سانتیاگو پایتخت چلی رخ داد. هنگام غروب بسیاری از مردم شهر نورهایی را دیدند که بالای سرشان معلق بود. شخصی با نشر ویدیو گفت که 2 نور عجیبی اینجا وجود داشت که یکی از آنها ناگهان ناپدید شد و پس از مدتی نوری باقی مانده دیگر نیز از دید مخفی شد. یک شاهد عینی دیگر چنین چیزی را در دوربین خود ضبط کرده است. از این فیلم مشخص شد که این نورها از نورهای کوچک دیگری تشکیل شده است. با شما بگیم که چلی سنگری چنین حوادث به حساب می آید. مدت هاست که اتفاقات عجیبی در آسمان اینجا رخ می دهد و شاید به همین دلیل دولت اینجا نیز یک بخش ویژه ایجاد کرده است که فعالیت های فرازمینی ها را بررسی می کند. پس آیا این واقعا سفینه آدم فضایی هاست؟ و اگر بله، چرا فرازمینی ها اینقدر به این شهر علاقه دارند؟ مرد پس از مشاهده هوشدار دوربین مداربسته خود فیلم ضبط شده در آن را بررسی کرد. او دید که سگ دوست داشتنیش کاملا ناراحت است، زیرا ممکن است کسی حال و هوای شوخی با او را داشت. اینجا یک در کشویی خود به خود باز شد. این حیوان کنجکاو تازه گردنش را داخل در می کرد که در دوباره بسته شد. سگ سعی کرد داخل شود اما موفق نشد. پس اینجا چه خبر است؟ آیا این سگ دارای قدرت فرا طبیعی است یا او شکار اتفاقات ماورایی شده است؟ I don't know if you believe in paranormal activity or ghosts and stuff, but wait until the end of this video because it's going to trip you out. این شخص میگوید که این چرخ پیچ شده از سیم بسیار سنگین است که اصلا در توان یک نفر نیست که آن را جابجا کند، اما با این حال چند روز پیش یک شخص به تنهایی آن را از جایش به مکان دیگر منتقل کرد.
مرد مشعل به دست متعجب بود، زیرا چند لحظه پیش از کارگری درخواست کرده بود که در حرکت این چرخ به او کمک کند. آن کارگر ناشناس کمک کرد، اما بعداً به طرز مرموزی ناپدید شد. این مرد که در دست مشعل داشت به دنبال آن کارگر کمک کننده بود و وقتی در هیچ جایی پیدا نکرد، صاحب کار را از ماجرا مطلع کرد. کارگر ناشناس در عکس‌های افرادی که در این محل کار کرده بودند شناسایی شد، اما حرف حیرت انگیز این بود که کارگر چند ماه پیش از دنیا رفته بود. این ویدیویی که ظاهراً از یک منطقه روستایی هند آمده است، بینندگان را شگفت زده کرده. اینجا در پس زمینه شخصی دیده می شود که سوار بر اسب است. با این حال اسب او و خودش به شکل شفاف دیده می شود، یعنی نمای پشت از روی آنها دیده می شود. در انتهای کلیپ این سوارکار از دید دوربین ناپدید می شود. به گفته افراد محل این یک اتفاق ماوراء الطبیعه است، اما کارشناسان دوربین مدار بسته آن را فقط یک نقص دوربین می نامند. پس نظر شما چی است؟ آیا این کدام روح سوار است یا کیفیت پایین دوربین؟ چون این حالت مردم این روستا شروع به نگهبانی کردند و سپس یک شب آن موجود را پیدا کردند که در حال شکار حیوان خانگی آنها بود. با وجود تاریکی هوا می توان دید که موجودی به بدن این بز چسبیده است. شبیه یک خفاش بزرگ به نظر می رسد. وقتی مردم او را با چوب زدند و خزیده از آنجا شروع به فرار کرد. ساکنان محل که از وحشت او پریشان شده بودند از تعقیب او دست بر نداشتند. برای مدت طولانی به تلاش برای کشتن او ادامه دادند، اما موفق نشدند. تقریبا همه رانندگان هنگام رانندگی در شب متوجه عبور حیوانات از جاده می باشند. راننده‌ای که در این ویدیو دیده می شود نیز کار مشابهی انجام داد. با دیدن آهو که از مقابلش می دوید سرعت ماشین را کم کرد، اما او نمی دانست که حتی خطرناکترین راننده جهان هم نمی تواند به این آهو آسیب برساند. در تماشای مجدد مشخص می شود که آهو در حین دویدن در جاده مستقیما وارد مانع شد و سپس ناپدید شد. در رابطه با این ویدیو ایده‌ای می گویند که ممکن است ایرادی در دوربین داشبورد ماشین باشد.
و به گفته برخی این آهو نبوده بلکه موجودی است که قدرت ناپدید شدن را دارد. نظر شما در این مورد چی است؟ مایلیم در کامنت بدانیم. قبل از ادامه اگر جدید هستید جهان میدیا را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید. اگر این کار را نکردید یک جن زیبا امشب سراغتان می آید. شخصی به نام می امیگو موشی با نشر این ویدیو گفته است که دوران کودکی او در این منطقه گذشته است و اینجا بارها صدای یک حیوان مرموز را شنیده است. در میان مردم محل رایج است که هر که آن صدا را دنبال کند آن موجود او را در آب غرق کرده میکشد. با ایستادن در این مکان ترسناک هنگام شب در حین پخش زنده در حال پاسخگویی به سوالات بینندگان خود بود که ناگهان صدایی از یک طرف شنیده شد. Oigan. Escucho algo. امیگو احساس کرد که شاید امروز صدای آن موجود را بتواند به صورت زنده برای مخاطبانش برساند. در چنین حالت خودش شروع به زمزمه کردن کرد. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo es eso? امیگو با اینکه دوست داشت صدای این حیوان را به گوش مخاطبانش برساند اما شاید هنوز خودش آمادگی ملاقات با این حیوان را نداشت. I don't like this, Ashley. We shouldn't be here. Relax, Sam. We'll be quick. Now, record me. I'm standing here outside the infamous St. John's Cathedral. They say that if you go up to the door and you knock on it 3 times after midnight, you'll see what appears to be a nun. Now, it's after midnight, and I'm gonna give it a go. That's 1. That's 2. Wait, What is it? let's leave. I can just edit the footage and make it look like you knocked 3 times. Sam, no, I'm not gonna cheat. Besides, nothing's gonna happen. See? I told you, we're fine. Alright, let's go over there to get the final shot. Did you hear that? It was probably nothing. Let's just record this so that we can go. How do I look? Sam? What's wrong? Behind you. Very funny, Sam. Okay, you can drop back now. I'm not gonna fall for it again. It's right behind you.
Big surprise, there's nothing.